با کلی ماجراهای عجیب و شنیدنی در خدمتتون هستیم. خانوما دیگه خیلی مراقب باشین، چون با دریچه هوا هم میشه حامله شد. خانومی تو زندان بوده و متوجه میشن که خانوم بارداره و همه شوکه شدن که چطور ممکنه. بعد متوجه میشن که همسایه سلول بغلیش یه آقایی بوده که از طریق دریچه هوا با هم در مورد مسائل زیست محیطی حرف میزدن. پسر هم اسپرمشو ریخته تو پلاستیک و از طریق همون دریچه هوا داده به خانوم. اون خانوم هم با روش‌های مصنوعی عصاره رو به نحو احسن استفاده کرده و اینجوری باردار شده. این اتفاق باعث شده که دیزی لینگ 29 ساله و جان دیوار 24 ساله بدون اینکه حتی یه بار هم دیگر رو ببینن صاحب فرزند بشن. بلایند دیت به این میگن. حالا شما اگه جای این پسر بودید همچین ریسکی میکردید؟ لایک و کامنت یادتون نره تا ویدیوی بعدی